الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فارسی صحبتی داره؟ بله. قبل از هر چیزی اولا ما باید شکر پروردگار را به جا بیاوریم که همه نعمتها مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، همه برمیگردن به یک منبع و از یک جا سرچشمه میگیرند و تمام فیوزات از یک منبع سرچشمه میگیرند. همه فیضها، همه برکات و همه نعمات از رب العالمین و الله ولی نعمت همه ما هست و آنچه داریم از پروردگار شکر خدا را به جا بیاوریم بر انواع نعمتها و از آن جمله بر این نعمتی که امشب الله تعالی توفیق داد در این مسجد بسیار باشکوه، مسجد رحمانی مسجد رحمانی ماشاءالله و بعد مدرسه قاسم العلوم، من شما همه اینجا جمع بشیم، هم سروران و برادران گرامی، علمای اعزا و بزرگوار، معتمدین و طبقات مختلف و هم خواهران بسیار محترمه در این محفل شریکان و جمع شدیم همه تا از الله تعالی یاد بکنیم و از علم تجلیل به عمل بیاوریم و جایزه بدیم به فرزندانی که نائل شدند به حفظ قرآن عظیم و شأن و فاضله شدند، خواهرانی که نصاب درسی حوزه ها را به پایان رسوندند. گفتن که فارسی بلوچی صحبت بکنه، جمعیت بزرگ است، شاید در خواهران و برادران کسانی باشند که بلوچی متوجه نشد یا نیست کسی اینطوری. لذا سروران گرامی، خواهران محترمه، در درجه اول همه ما از رب العالمین شکرگزاری بکنیم و از پروردگارمون تشکر کنیم که این نعمت برمیگرده به رب العالمین. نعمت تعلیم، نعمت تدریس، نعمت علم و در درجه بعد جا دارد که بنده تشکر کنم از حاجی آقای قاسم و
آقای مولوی رسول، محمد رسول و همکاران بسیار گرامی این عزیز در این مدرسه قاسم العلوم که با زحمت و تلاش و رنج اونها توانستن خدمت به جامعه علمی ارائه بدن، در قسمت هم خواهران و هم در قسمت برادران. الله تعالی زحمات این عزیزان و سایر کسانی که اینجا دستی دارند و کمک کردند و هزینه کردند، همه را الله جزای خیر عنایت کند و الله تعالی اخلاص نصیب بکند و للهیت نصیب بفرماید. آیه حضور شما تلاوت کردم و مختصر مطالب را در رابطه با این آیه خدمت شما عرض کنم. از سوره مبارکه بقره دعا بفرمایید الله تعالی رحمت خاص خودش را بر همه ما در این جلسه نازل بکند، نگاه رحمتی و نگاه لطف الله سبحانه و تعالی به سوی ما بکنند و آنچه که به خیر این محفل و مجلس و به خیر همه ما هست الله تعالی به زبان ناقص بنده جاری بگرداند. آنچه که رضایت خدا جلب میشه الله تعالی و رضایت پروردگار باید برای همه ما مقدم باشه از هر شی. اول رضایت رب العالمین، رضایت پروردگار و من بعد مسائل دیگر و الله تعالی توفیق عمل به همه ما نصیب بفرماید. عزیزان من، برای اینکه آیا مطلب کوتاهی را خدمت شما عرض بکنم، اولا باید یاد کنم که الله تعالی قبل از این آیات چه نعمت‌هایی را یاد کرده است که بعد این آیه را الله تعالی نازل فرموده فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. من یاد بکنید، من شما را یاد میکنم و من ذکر کنید، من شکر کنید و ناشکری من انجام ندید. وقتی شما آیه قبل برمیگردید متوجه میشید که قرآن داره چه با شما صحبت میکند و پیام قرآن چیه و چه چیزی را قرآن داره متذکر میشود. ممکنه ترجمه آیه ساده هست، همه متوجه بشوند، ولی الله تعالی چه میخواهد بفرماید باید به آیه قبل برگشت و آیه قبل نگاه کرد. الله تعالی قبل از این بحث قبله را بیان فرموده و از او جلوتر بنای خانه کعبه و بانی خانه کعبه حضرت ابراهیم علیه السلام را تذکره میکنند و الله تعالی تحویل قبله را ذکر کرده که قبله را از بیت المقدس به بیت الله عوض کرده و در این ماجرا مصائب متوجه مسلمانان شد و تبلیغات سوء علیه اسلام و مسلمین یهودیان را انداختند و الله اینا را جواب میدهد و در پایان میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله یک نعمتی را تذکره کرده است که این نعمت از وجود ما مهمتر است و می‌دانیم که من و شما چه اندازه در نعمتهای پروردگار مستغرقیم، چقدر در محاصره نعمتهای پروردگار قرار داریم. شما به همین سفره نگاه کنید که در وقت شام و نهار جلوی ما گذاشته می شود، غذایتون را نگاه کنید، وجودتون را نگاه کنید،
نگاه کنیم به وجودمان که در وجودمان الله رب العزت چه گذاشته است، چه انواع نعمت، چه نعمتهای ارزشمندی را الله در وجود و بدن ما گذاشته است. نعمت دستا، نعمت پارا، نعمت چشم، نعمت زبان، نعمت عقل را و هوش را، انواع نعمتهای پروردگار در وجود ما جمع شده‌اند و اجتماع کردند. و اگر تنها ما بخواهیم نعمت وجودمون را بشماریم، هیچ کارشناس و خبره نمیتواند بشمارد و حساب کند. سر تا پا وجود ما جز بدن ما نعمت پروردگار است و روز ما متوجه میشویم که در چه ناز و نعمت قرار داریم که خدا نکند وجود ما، بدن ما دچار اختلال بشه، کلیه ما، کبد ما، قلب ما و یا معده انسان، روده های انسان و اعصاب انسان، دست و پاها درد کنه، چشم درد کنه، هر عضوی از اعضای بدن دچار خلل بشود، خواب ما از چشم ما ببره، آسایش ما را از بین ببرد، غذا نتوانیم بخوریم، بدن به تب گرفتار میشه و کل بدن به درد می آید وقتی که یک عضو دچار خلل بشه. اون روز ما متوجه میشیم که در چه نعمتی بودیم. سلامتی چه نعمت عظیم و بزرگی است و سلامتی جسممون و امنیت وقتی که احساس خطر کنیم، همه نعمت ها فراهمه، همه استفاده و بهره‌مندی فراهمه، پول فراوانه، امکانات فراوانه، بهترین منزل و بهترین وسایل و ابزار و آلات فرش و فرش در خدمت باشد. ولی اگر امنیت داشته نباشیم که چه کسی به خانه من میفره و چه لحظه من دستگیر میکنن و چه لحظه من میبرن به محاکمه یا دزدها و رهزن ها میفرن توی خانه ما، همون خانه میشه جهنم برای انسان. خانه، انسان در خانهش گرفتار عذاب می شود. اگر سلامتی دچار خلل باشه، امنیت در دچار خلل باشد، آسایش نیست، راحت نیست عزیزان من، پریشانیه و نگرانیه و نگران انسان و مضطرب. و اگر ما خارج از وجودمون نگاه کنیم و به همان نعمت میبینیم، هوای بسیار لطیفی که جاریه و به بدن ما میخورد، اکسیژن فراوان که وجود داره، همه ما اینجا نفس میکشیم، تنفس میکنیم و نفس عوض میکنیم و همه ما بهره‌مندیم از این اکسیژن. و اگر سروران گرامی اکسیژن نرسه، همینجا ما همینجا فوت میکنن و همه ما میمیریم. الله رب العزت در این کره خاکی فضا را پر از اکسیژن کرده و همه به راحتی تنفس میکنن. اگر ما را توی یک شیشه ببندن، توی اتاق که منفذ داشته نباشه، سوراخ داشته نباشه، هوا نتوانه وارد بشه، این اکسیژن که تمام میشه دست و پا میزنیم و میمیریم. توی فضا وقتی از مدار کره خاکی بالاتر میروان، سیاحان و مسافران با کشتی ها، با سفینه ها میروان، سفینه های فضانوردی، و وقتی بالا میروان کپسول پشتشون بسته و اکسیژن وصله و اگر نباشه میمیرن. و اگر داخل آب انسان برود که انجا تنفس امکان پذیر نیست، اکسیژن وجود نداره، نفس نمیتونه انسان بکشه، یک کپسول را به 1000 میلیارد هم میخره، 1000 میلیارد تومان حاضر بده اگر داشته باشه، یک کپسولی باشه که نفسش رو نجات بده. و چقدر از این نعمتهای پروردگار ما بهره‌مندیم. الوا یا نعمتها، نعمت قرابات، نعمت خویشاوندی، زن و فرزند و اولاد، دوست و آشنا، برادر و خواهر،
کدام نعمت را بشماریم و کدام نعمت را من و شما میتوانیم انکار بکنیم و نادیده بگیریم؟ آیا میشه نعمتهای مادی رب العالمین، نعمتهای دنیوی پروردگار را نادیده گرفت؟ این شب یکی از نعمتهای کلامه و روز که خورشید میتابد و دنیا را روشن میکند از نعمتهای مهم دیگر رب العالمین. و این زمینه که با این حاصل و محصولات در خدمت میکنه برای شما و این دامه ها که با این شیر مخصوصا در این فصل می آید و پستانش پر از شیره و توقف میکند و دامدار ما شیرش را می دوشد و انواع نعمت هایی که الله عنایت کرده است. اینا همه نعمت پروردگاران، اما یک نعمت دیگری را اینجا الله اشاره کرده است که هیچ نعمت نه نعمت وجود ما و نه نعمت های خارج از وجود ما، هیچ نعمت در مقابل او برابر او نیست و او نعمت دین اسلام هست و او بعثت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و نعمت سروران گرامی آن حضرت صلی الله علیه وسلم نعمت پروردگاران، این مربی توانا و این مرشد دانا و این مرشد پیشرفته که به سوی الله تعالی ما را میبرد و به خدا ما را میرسانه. علم آور، دانش آور، بهترین تعلیم آور، قرآن عظیم و شان آور. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، الله می فرماید خودتون پیامبر به شما فرستاده، یتلو علیکم آیاتنا، از بالاترین نعمت آنه که آیات خدا را قرآن بر شما تلاوت می کند. قرآنی که هم شما را به دنیا، شما را به نفع دنیا، خیر دنیا و صلاح دنیای شما و صلاح آخرت شما راهنمایی میکنه. قرآنی که کتاب بی مثل، بی مانند مثل نداره و مانند نداره و مستقیما کلام رب العالمین هست. کتاب انسان سازه، کتابی که انسان را گوهر میکنه و انسان را به خدا میرساند و انسان را متحول میکنه، انسان را به ولایت میرسانه و به جنت فردوس میرسانه، به خدا میرسانه، قرب خدا میرسانه. این کتابی گوهری گرانبهاست و گنج عظیمی که الله تعالی به ملت مسلمان داده. اخلاقش را می سازه، اخلاق ما را، عمل کرد ما را درست میکنه، ایمان ما را تقویت میکنه، قوی میگردانه و ایمان ما را سروران گرامی در واقع می سازد و ایمان را برای ما به راه ایمان راهنمایی میکنه ما را. یتلو علیکم آیاتنا، رسالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، بعثت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین نعمته و الله از خود ما کسی را به سوی ما مبعوث داشته محمد رسول الله را و دومی نعمت را الله تذکر کرده یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت میکنه بر سر شما آیه های ما. قرآن بالاترین نعمتی، قرآن سروران گرامی جامعه را متحول میکنه، جامعه را میسازه، انسان دگرگون میکنه و انسان ها به الله تعالی میرسه. شما امروز افتخار ما و افتخار جامعه مسلمان، صحابان و اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم و شخص خود رسول صلی الله علیه وسلم و این صحابه که به این مقام رسیدن از تعلیم و توجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و از برکت قرآن عظیم الشان. این شاگردان قرآن، این هایی که به این مقام رسیدن، بلال ها، صهیب ها، عمار ها، سمیه ها و ام ایمن ها، این زنان و مردانی که به قرب خدا رسیدن و تاریخ پیدا کردن در دنیا و سربلند شدن توی دنیا و جایگاه در دل همه ما پیدا کردن، این برکت قرآن عظیم الشان. یتلو علیکم آیاتنا و
ويعلمكم الكتاب والحکمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آن حضرت شما را تزکیه میگردانه، شما را پاک میگردانه از اعتقاد شرکی، از ریاکاری و نفاق، پاک میگردانه شما را از دورنگی، دو چهره بودن، و پاک میگردانه از اخلاق زشت و نازیبا، از اخلاق بد، از تکبر، از غرور، از حسد، از حرص مال و از طمع در مال دیگران، از محبت دنیا، از بخل و سایر اخلاقای زشت و رذیله شما را پاک میگردانه. به وارستگی میرسید. بدون تزکیه انسان به خدا نمیرسه و بدون تزکیه انسان به بهشت نمیرسه. انسان باید تمام خرابی های درونش بیرون بریزه. اعتقاد شرکی و کفری و نفاق و درنگی و اخلاقای زشت و نازیبا تزکیه میشه از انسان. و شما را کتاب و حکمت تعلیم، قرآن تعلیم میده و قرآن هم می آموزه. هم الفاظ قرآن را آموختن، هم قرآن تلاوت کردن، تلاوت سبب هدایت شد، و هم تعلیم دادن الفاظ قرآن و ناظره قرآن، هم معنی قرآن و تفسیر قرآن تعلیم دادن و حکمت تعلیم دادن. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به مسلمانان حکمت آموختن و علم با عمل آموختن، سنت آموختن، احادیث تعلیم دادن، احکام الهی را تعلیم دادن، اما برمیگردن به حکمت و فهم صحیح و فهم درست به برکت تعلیم زیبا به ما آموختن و ما عنایت شدیم. و لہذا و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی به شما تعلیم دادن که قبل شما نمیدانست. قبلا صحابه همه و همه به گرفتار شرک بودن، گرفتار جهالت بودن، گرفتار نادانی بودن، از دین فاصله داشتن، زنان جامعه گمراه بودن، مردان گمراه بودن. 360 بود روزی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه را فتح کرد، از خانه کعبه بیرون کردن تا اطراف خانه کعبه و این بت‌ها را هم منهدم کردن، نابود کردن و مردم بت عبادت میکردن. زنان هیچی بلد نبودن از اسلام، حق حقوق زنان هم ضایع بود و کرامت زنها، حرمت زنها در جامعه نابود شده بود و حق حقوق زنها پایمال بود، حق یتیم پایمال بود، حق ضعیف پایمال بود، در جامعه اعتدال نبود، توازن نبود. و لہذا حضرت آمدن تعلیم دادن آچیزی که صحابه نمیدانستن. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جمعی فرم انسان تعلیم داد اللہ تعالی چه که نمیدانست. از مادر متولد شدیم و هیچی همه ما نمیدانستیم و آنچه یاد گرفتیم این الله به ما تعلیم داد. وسیله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وسیله بندگان تعلیم داده و لحظه این نعمت را الله تذکره کرده است. و الان الله می فرماید فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. او خدای که نعمتهای مادی و معنوی را او بر ما تکمیل کرده و هرچه داریم از او داریم، به برکت او داریم، به فضل او داریم. همه فیوزات مادی و معنوی از اوست و اوست منبع فیض و مرکز فیض. لہذا شایسته آنی که این خدا را یاد کنید و بار بار یاد کنید و همواره یاد کنید، این خدا را تعریف کنید و تمجید کنید، ثنای پروردگار را بیان کنید، زبانتون نبندید، حرفای بیهوده نزنید، وقتتون به مجالس بیهوده ضایع نکنید، ننشینید و قصه بیان کنید، قصه های بیهوده، حرفای بیهوده، بلکه
ذکر اللہ تعالی را انجام بدید، اللہ را یاد کنید، از خدا تعریف بکنید، از خدا ثنا بگید، از نعمتهای پروردگار یاد کنید، از دین خدا یاد کنید، از حق و حقوق رب العالمین صحبت کنید و دستوراتی که خدا داده صحبت کنید، از خرابی گناه ها صحبت بکنید. فاذکرونی اذکرکم، و الله را سبحان الله و بحمده یاد کنید، با درود شریف خواندن الله را یاد کنید، با تلاوت قرآن الله را یاد کنید، با نماز الله را یاد بکنید، با عمل با زبان الله را ذکر کنید و با فکر الله را ذکر کنید. فاذکرونی، اللہ بھی فرمان من یاد کنید. ہم شامل ذکر زبان ہے، ہم شامل ذکر قلب ہے، ہم شامل میتوان ہر چیزی کے اسباب تذکرہ خدا ہے و یاد خدا ہے بصورت عمل. ہم شامل عمل ہے، ہم شامل فعل قلب ہے و ہم شامل زبان ہے. فاذکرونی اذکرکم، من یاد کنید من شما را یاد میکنم. قربانت برم رب العالمین. مطلب را چقدر زیبا فرمودید. های حسرت و افسوس که امروز چقدر ما وقت ضایع میکنیم، بجای این که به بارگاه خدا مورد تذکره قرار بگیریم و خدا از ما یاد بکنه. چه شرفی هست، چه جایگاهی هست که امثال بنده و تو را شما را خدا یاد بکنه. بجای این ما وقت من ضایع میکنیم مثل یک بچه نابالغ بلا تشبیه، مثل انسانی که هنوز نمیفهمد خیر و شرش و نمیدونه خیر و شرش را. گاهی به قصه ها و به حکایات بیهوده و حرفهای دری و وری و پوچ و بی ارزش که نه منافع دینی در اون هست نه منافع دنیوی، وقت من ضایع میشه. و اگر به او ما تسبیح در دست باشه یا نباشه ذکر الله را بکنیم چه اندازه فضیلت. گاهی بنده گاهی توجه کردم خودم هم گرفتار همینم، مجلس نشستیم آقا تسبیح دارن شما نگاه کنید اینایی که تسبیح دارن با تسبیح چه کار میکنه، هر بیده دو تا تسبیح دو دا بازی. این تسبیح این وسیله ذکر نیست، اسباب بازیه. تسبیح های قیمتی در دست و تسبیح دانه میگردونه و ذکر الله تعالی را نمیکنه. تصویر برای چه برداشتی؟ بهتره که از اسباب بازی که توی بازاره که تو دست بکن، نه تصویر در دست بکن. اگر تسبیح در دست داری ذکر خدا را انجام بده. الله نجات بده. من یک مطلب خدمت شما عرض میکنم و به این نقطه توجه کنید. و الله تعالی نسبت به منافقین فرموده که اینها کم الله را یاد میکنن، تو در نماز هم خدا را کم یاد میکنن. ولا یذکرون الله الا قلیلا. و امروز نفاق عامه، ناراض نباشید از این صحبت بنده. یک واقعیت هست که امروز نفاق، علامات نفاق توی جامعه گرفتاران زنان جامعه ما مردان و خواهران برادران، من نمیگم همه اما بخش بزرگ جامعه ما به نفاق گرفتاره. از علامات نفاق اینه که انسان تو مسجد آرام نمیکنه و منافقین به مسجد سر و کار خوب نداشتن. یک روز بیاد و مرتبه فرار میکردن مسجد و اگر می آمدن دیر می آمد از مسجد زود فرار میکردن میرفتن. این از علامات. هر وقت دیدی اینطور بدون که در شما نفاق که الله من و شما را نجات بده. هر وقت دیدی توفیق ذکر نداری بدون که در تو نفاق ای علامته. بنده وقت توفیق ذکر ندارم بدونم که در من نفاقی، الله نفاق را از دل بنده و شما برد. علامات نفاق چیه؟ در حدیث بیان شده دروغ. اگر دروغ در انسان بود بدانه که نفاق داره. الله نجات بده. چه ضایعات بزرگ جامعه گرفتاره. وای ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا.
امروز این ضایعات سنگین و تلفات سنگین در جامعه وجود داره و این گناهان و از آن جمله دروغه و آقا دروغ میگه، عالم دروغ میگه و متوجه این مریضی خود نیست. انقدر وقت مریضی سنگین باشه که حس از وجود انسان خارج باشه، احساس درد نمی کنه، زمان درد می کنه که بدنش زنده باشه. این بنده نمیگم، این رحمت للعالمین امام النبیین ارشاد آن حضرت، حدیث آن حضرت در کتابای صحیح، در همین کتاب بخاری که عزیزمان مجری اشاره میکرد موجوده. علامات نفاق که دروغ ہے، دیگر خیانت در امانت، امانات ارزش قائل نباشه که مال مردمه. گذشتگان من سرشون زده میشد دروغ نمی گفت. آبا و اجداد شما دروغ بلد نبودن، آبا و اجداد ما می مردن ولی دروغ نمی گفتن. الله ما را از دروغ نجات بده. این مریضی عامه امروز تو جامعه، گرفتار جامعه در دروغ، گرفتار جامعه در نفاق رو. امانت علامات دیگر نفاق فرمود خیانت در امانت تومن خانه. دروغ یک باری از انسان سر بزنه توبه بکنه این علامات نفاق نیست، ولی اگر عادت داشته باشه، زبانش جاریه به دروغ، عادت داره و عادت کرده در خیانت در امانت، در صورت عادت باشه، عادت داره به عهد شکنی، عهد میکنن امروز مردم میکشن، عهد شکنی و خلاف وعده و وعده را خلاف میکنن. درست توی همین منطقه شما سراغ دارید که آبا و اجداد شما، پدران و نیاکان شما بر دروغ چه اندازه نفرت داشته، از دروغ، از عهد شکنی، از خیانت در امانت، از وعده خلاف. گفتم من وعده دادم، سر من بره، من وعده را خلاف نمی کنم. والا آسان ما وعده را خلاف میکنیم. فضیله الله نکنید. ماشاءالله بعدم بشینید خودتون گوش کنید در فرق آخر انشاءالله. اذا وعد اخلفا و اذا عهد غدر و اذا خاصم فجر. هر وقت خصومت میکنه فحش میده. هرگاه شما دیدید که فحش میدید، ناسزا میگی، بد و بیرا میگی، بدونی که در شما نفاق موجوده. این حدیث رحمت للعالمین می فرماید وقتی که با کسی درگیر میشه، بحث و مباحثه داره، اختلاف داره، شروع میکنه به فحش دادن، یا این منافق است. که گفته؟ معصوم گفته، رحمت للعالمین. وقتی که نفاق باشه بعد ضایعات چه ذکر خدا را نمیتونه انجام. قرآن اگر نتوانستی تلاوت بکنی بزنی بر سر و کله خودمون که در من نفاق موجوده. سحر بلند نمیشیم بدونیم که در ما نیت میکنه بلند میشه، در ما اشکال موجوده. مشکلات ما داریم که سحر نیت میکنیم بلند نمیشیم، توفیق نمیرسه. مسجد نیت میکنیم که آقا 5 وقت نماز مسجد ادا بکنیم، توفیق نداریم. چرا توفیق نداریم؟ آقا در ما اشکال موجوده یا کار خرابه. شما ماشینتون اگر روشن نشه یا روشن بشه راه نره، شما چه کار میکنید؟ به مکانیک مراجعه میکنید. ماشین ما مشکل داره، گرم میکنه، فلان مشکل داره، فلان مشکل، همون که شما میدونید. مراجعه میکنه به کارشناس. بدنتون دچار اشکال باشه به دکتر مراجعه میکنید. ولی اگر توفیق نداشتید، شما توفیق خیر نرسه، چرا مراجعه نمی کنید به کسی که از او راهنمایی بگیرید؟ چرا من توفیق خیر ندارم؟ این علامات نفاق. ذکر خدا تصویر بر میدارید، دوبار سبحان الله بگید و بعدش هیچی فراموش شد. الله من شما را توفیق عنایت. اینا پر میگن به اشکالات کار از جای دیگره. توی مرکز مشکل موجوده، توی اعتقاد ما مشکلات موجوده، توی اخلاق ما مشکل موجوده، توی عمل کرد ما مشکلات موجوده.
الله من شما را گرفتار علامات منافقین نکنه، علامات نفاق، شیوه منافقین، عادت منافقین، اخلاق منافقین. باید توبه بکنیم امشب، هم خواهران هم برادران، اما ما از علامات نفاق توبه بکنیم. لہذا فذکرونی اذکرکم، چه شرف بزرگی، چه شرف عظیمه. بنده از این شرف بالاتر نمیبینه. عزیزان من، در ذهن بنده نمیاد که از این شرف بالاتر شرفی باشه که خدا ما را ذکر بکنه، خدا تذکره بکنه. خدا بگه عبدالله مسئول یاد من ذکر بکنه. در میان فرشتگان فرموده حدیث شریف است که شما اگر من آهسته و در دل یاد بکنید، من شما را هم آهسته یاد میکنم، و اگر شما من علنا یاد کنید، من شما را علنا یاد میکنم. چه رب مهربان است، قربانت برم رب العالمین. چقدر بزرگی، چقدر محسنی و چقدر شکرگزاری بندگانی. اللہ تعالی یک صفتش شکوره، یعنی بسیار شکرگزار. وقتی بنده نیکی میکنه، بنده درست عمل میکنه، الله رب العزت از او شکرگزاری میکنه. زکات میده، نماز میخوانه، روزه میگیره، حج میره، یعنی دستور خدا را انجام میدهد. وقتی انسان در معرض گناه قرار بگیرد، گناه را دعوت بده و گناه را ترک کند، الله از او راضی میشه که تو بلا تشبیه زنا زمینش برای تو فراهم بود، ربا خاری برای تو فراهم بود، رشوه برای تو فراهم بود، حرام برای تو فراهم بود، غیبت برای تو فراهم بود، چشم چرانی برای تو فراهم بود، انواع گناه‌های برای تو فراهم بود. تو گناه را انجام ندادی، تو سرت را پایین انداختی، نگاه نکردی، چشمت را پایین انداختی، دستور خدا را و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم رعایت کردی. الله فرموده مؤمنین بگی شما چشمتون را پایین بیاندازی. اگر محلی هست که نگاه کردن برای تو خطر داره، خلاف شرع کشش وجود داره، تمایلات در دل پیدا بشه که این شخص من ببینم علیاذ بالله و حرف او را در تلفن گوش کنم و لفت بدم، هنوز صدای او را گوش کنم. الله نجات بده. زنای گوش، زنای چشم داریم، زنای گوش داریم، زنای زبان داریم. وقتی با زبان تذکره بکنه یه نامحرم را و از این تذکره لذت ببره، همینطور بلا تشبیه زنی تذکره مردی را بکنه که از تذکره او خوشش بیاد و بخواه ادامه بده. هم نکلی صالح اولیاء الله بنده خاص خدای، اما نه در جهت نفسانی. این میشه زنای زبان، این میشه زنای گوش، این میشه زنای چشم که ببینه. و اگر عطر یک خواهری را که رد میشه استشمام بکنه و بخواد هنوز استشمام بکنه اینو کشش پیدا بشه، اتفاقی نشه، لازم این میشه زنای بینی میشه. الله نجات بده. و اگر کسی کنترل بکنه زبانش را، کنترل کنه گوشش را، کنترل کنه چشمش را پایین بیاندازه، این میشه دستور الله تعالی، اطاعت و فرمان برداری از خدا. این میشه تقوا و پرهیزگاری. ولهذا الله راضی میشه، الله تشکر میکنه، گناهش را معاف میکنه، اجر مینویسه، ثواب مینویسه. وقتش هر حکم همین طور است، هر دستوری را شما اجرا کردید، نماز صبح بیدار شدید و نماز خواندید و الله راضی میشه، میگه ببین خوابش را ترک کرد، خواب لذیذ و خواب شیرین، رخت خوابش را انداخت، وضو گرفت بر مکاره و سختی را تحمل کرد، مسجد آمد، نماز را با جماعت خواند، خواهر است، مادر است، در خانه خود زن نماز میخوانه، به آهستگی نماز میخوانه، به توجه الله نماز میخوانه، عاجزی در قلبش است در نماز. الله راضی میشه، میگه بنده من عبادت کرد، من بندگی کرد. الله گناهی او را معاف میکنه، پاک میگردانه از گناه، درجه عنایت میکند، اجر میدهد.
ولهذا این می فرماید فذکرونی اذکرکم، من یاد بکنید، درجه‌ای که به شما عنایت میکنم من به یاد شما میفرمایم. قربانت برم رب العالمین. این همه میلیون ها انسان الله رب العزت یاد میکنن، الله قادرن همه را یاد میکنن، این انسانی که به یاد اما کسی که از خدا غافل، خدا از او یاد نمیکنه. کسی که از خدا فراموشه، خدا معامله فراموش هم با او میکنه، ولهذا او را یاد نمیکنه. کسی که صبح خوابیده و بلند نمی شود از خواب تا الله را یاد بکنه، تا شکر خدا را به جا بیاورد. شکر نعمت ها چی از سروران گرامی؟ شکر نعمت الله می فرموده ذکر من انجام بدید، من شما را ذکر می کنم. واشکروا لی ولا تکفروا. نفرسید عزیزان که وقتی خدا به یاد من شما می پردازد رب العالمین چه برکات چه رحمت به سر من شما نازل، من شما را بر رحمتش، با مغفرتش، با هدایتش و با انواع خیر و برکات الله من شما را یاد میکنه. و وقتی که شکر او را ما انجام بدیم، واشکرونی، آیه بتست، شما جاهل بودید، شما بت پرست بودید، شما نمیدانستید خدا یعنی چه. خدا میفرماید من شما را تعلیم دادم، من حبیب و نبیم را به سوی شما فرستادم، من کتابا به سوی شما نازل کردم، ولهذا شکر من انجام. شکر پروردگار با زبان الحمدلله رب العالمین، همین تعریف پروردگار شکر، ذکر خدا هم شکر من انجام بدید، با زبان و با قلب اعتراف بکنه به نعمتهای من و با عمل هم دستور من اطاعت کنید. آنچه که دستور دادم انجام بدید، آنچه دستور دادم نکنید. این شکر. شما چشمتون پایین انداختید، خواهر من، مادر من، هم قرآن همی دستور داده به شما که وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، مؤمنات هم چشمایشون پایین بیاندازن، به مردان بیگانه بدون نیاز نگاه نکنند، خصوصا وقتی در این نیت کششی باشه و طرفا بلا تشبیه بپسنده و میخوان نگاه کنه به زیبایی او. لہذا اینجا الله دستور داده به مادران شما چشمتون رو پایین بیاندازید. ولا یبدین زینتهن، ادامه داده در قسمت زنان که شما آرایشتون، زینتتون، لباس زینتی را، و زینتتون یعنی جواهراتتون را، لباس زینتی را، محل زینت. عبدالله بن مسعود می فرمودن زینت، عرض کنم که همین لباس جواهرات انگشتری هنه هست که زنان به دست و پا می زنن و اینها گوشواره سنجات. و ابن عباس رضی الله تعالی تفسیر می کنم محل زینت، ولهذا محل زینت سر، گردن و گوش اینها محل زینتن. اینها را میگه از بیگانگان بپوشید، ظاهر نکنه، نه زینت ظاهر باشه. تفسیر وقتی هر دو تفسیر نگاه بکنیم، نه زینت ظاهر بشه آرایش و لباس و جواهرات زینتی و نه محل زینت ظاهر بکنه، هر دو را مخفی کنه از مردان بیگانه. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، زنان چادرشان را بیاندازند، خصوصا و چادر کوچک، معمولا خمر بر همو اطلاق میشه، بر گریبانتون بیاندازید که گلدوزی گریبان سینه ظاهر نشه، که محل زینت گلدوزی که زینت از ظاهر نشه، سجاد گلوبان ظاهر نشه. ولهذا اینها را بپوشید. و الله رب العزت خواهران دستور داده اسلام پوشش اسلامی را و حجاب را برای زنان لازم قرار داده. برای مردان هم حجاب لازمه و حجاب مرد همینه که در خانه کسی بدون اجازه داخل نشه و چشمش را و نگاهش را پایین بیاندازه. شما در خانه هیچ کسی حتی به خانه پدر و مادر وقتی شما رفتیدم اجازه بگیرید برید. کسی کو یا رسول الله مادرم اجازه بگیره، فرموده ها
و مادر اجازه بگیره و مادر شما دوست دارید که مادرتون مثل لباس تنش نباشه، انسان یک لباس میخواد عوض کنه، مادر نمیخواد بچه او را ببینه بی حالا فرمود نه من دوست ندارم پس اجازه بگیر. در خانه خودتون نیاز به اجازت نیست. بعد هم عبدالله بن مسعود وقتی می آمدن خانوادهش روایت میکنه به خانه ما یه صدای بلند میکردن یا یک علاماتی نشان میدادن که عبدالله پیدا حالا بعضی یا الله میکنه ولی یا الله میکنه و در خانه دیگران داخل میشه خلاف شرع. باید هیچ کسی حریم خانه کسی نما نگاه کنید نه داخل بشین تا زمانی که در با اجازه ندادن در روی ما باز نکردن اونا فرمودن بفرمایید اجازه بگیرید. دستور اسلام وقتی دستور اسلام انجام میدی میشه شکر پروردگار، شکر با عمل. وقتی گناه را ترک کردیم و نزدیک گناه نرفتی شکر که ما از ترک گناه انجام دادیم، دستور خدا را اطاعت کردیم. امروز توی جامعه انواع گناه موجوده، گناه فراوان. امروز اروپا برعرض میکنم در خانه های ما، امروز اینترنت این ماورا هستن، اینا انواع گناه را پخش میکنن و اینها در جامعه اسلامی جامعه ما در اختیار هم. اگر ما پرهیز کنیم از اینها باز بیاییم از استفاده بد این اخباری چیزی جایزی را تماشا کنیم و استفاده بکنیم شکر پروردگار. کسی که نماز صبح نمیخوانه 1000 بار سر سفره بگه الحمدلله، الله به این شکر راضی نیست، این شکر زمان انجام دادی. تو نماز قضا کن، تو زکات نداری، روزه نگرفتی، بنده شاکر نیست، بنده شکور و شکرگزار اونی که سر تسلیم را فرود ببره و اطاعت کنه و فرمان ببره و تسلیم بشه در مقابل رب العالمین. بنده شکرگزار اونی که همه گناه را ترک کنه، حرام ترک کنه، شرک و کفر و نفاق ترک کنه، ریاکاری را ویل کنه، برای الله هر کار برای الله خالص برای خدا انجام ده، اخلاص در کارها داشته. و بنده شکرگزار عزیزان منونه که حتی مکروه را ترک کنه و از لغویات دوری بکنه. تسبیح در دست خواهران برادران شما شکرگزاری به ذکر کنه، الله را یاد کنه، سبحان الله و بحمده ذکر بکنه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله الله اکبر الله بذکر لا اله الا الله ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. درود شریف الوا یہ ذکر است. برید با جماعت تبلیغی تشکیل بشید و ذکر یاد بگیرید. اگر برید مدارس میں کہ مالا ذکر یاد بدید، علماء را بگید، قرآن ما را یاد بدید، جوانان ارزشمند و جوانان خوب. بسیار برای شما مبارک است که امروز در مساجد هر ماشاءالله خیابان مسجد و عالمی هست، پیش نماز بگید من یاد بده قرآن یاد بگیرید. مبارک است برای اون انسانی که 10 سوره از قرآن یاد بگیره، 20 سوره یاد بگیره، 30 سوره یاد بگیره، 50 سوره یاد بگیره، سوره یاسین یاد کنه، سوره الرحمن یاد بکنه، سوره ملک یاد بکنه، سوره واقعه یاد بکنه، سوره قرآن یاد است. خانواده حضرت مولانا رحمت الله علیه که مادر همه ما هست می فرمایند که حضرت مولانا می فرموده شما چیزی از قرآن یاد کن. یه زمان میاد که اصلا قرآن نمیگه، پیر میشه و لحظه قرآن بتوانه تلاوت سوره ها را یاد بکن. آیا وقتی است که قرآن کوچکی هم باشه میخوانیم، یه وقتی میگم قرآن بزرگی بیارید که من پیر شدم چشمایت یک بار هر قرآن بیارید نمیتونه تلاوت بکنه. لحظه یاد کنید سوره ها را که زمانی که پیر شدید یا توی راهید قرآن در دست رسید، قرآن همیشه توی سفر امرا ببرید و قرآن تلاوت کنید، پایبند اعمال باشد. اگر بنده امشب خدمت شما عرض بکنم که چه نقصان عظیمی الله نقصان های ما را جبران بکنه.
ما تلاوت محروم بشیم، از ذکر خدا غافل بشیم، از اعمال چه نقصانی داریم میکنیم، چه ثروت‌های کلانی از دست ما میره، چه عمر عزیزی از دست ما ضایع میشه. عزیزان افسوس میاد انسان و حسرت میخوره که وقتمون ضایع میکنیم، تلف میکنیم و با این وقت میتونیم رضایت پروردگار کسب کنیم. دکاندار کسب و کار میکنه و به ذکر الله مشغوله، کشاورز دامدار آید همه کارایتون هم انجام بدید، سر وقت نمازتون بخونید، نماز تاخیر ندید، نماز قضا نکنید و ذکر الله را هم انجام بدید. رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب. اصل مشکل ما در همین نقطه که خوف خدا نیست، فکر آخرت نیست. ما قبر آزیاد بردیم، ما حساب و کتاب آزیاد بردیم و ما قیامت و حساب و کتاب آزیاد رفته، جهنم فراموش کردیم، بهشت فراموش کردیم. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، و روزی که چشم از جاش بیرون می آید از کاسه و اون روز که دل از جاش کنده میشه و به حنجره میاد گیر میکنه، به گلو گیر میکنه، اون روز من شما فراموش کن. اون روزی که فرزند از پدر و مادر فرار میکنه و مادران و پدران از فرزندان فرار میکنه، اون روزی که دوست از دوست فرار میکنه، اون روزی که رفیق از رفیق فرار میکنه، من شما فراموش کرد. برای او گریه نمی کنیم، برای آخرت اشک نمی ریزیم، برای قبر و موتمون و سکراتمون اشک نریخیم. تمام غم و هم ما و فکر ما معاش و نان آنقدر مرا پریشان کرده است که همه چیز از ما گرفته، در حالی که رزاق الله تعالی نان الله میده. چرا ما جوش نانا بزنیم؟ چرا فکر نانا بکنیم؟ نانا پروردگار میده و لحاظا شما تلاش هم بکنید برای نان، ولی نگران نباش، روزی را الله میده به شما. تو یاد خدا را بکن، تو از الله غافل نباش، تو الله را در کارهای خود که میکنی خدا را یاد کن، برکت میاد توی کارهای تو، کار تو هم برکت میشه، آسان میشه برای تو. الله من شما را توفیق عنایت کنه. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی. الله میگه آی بندگان شکر رب العالمین ادا بکن، هم با زبان، هم با قلب، هم با عمل بکنید، اطاعت کنید، فرمان ببرید، بنده شاکر باشید. در آیه جلو الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. الله میگه صبر و شکر هر دو با هم گره خورده. یک کسی که صبر نداره شکر نمیتونه بکنه، صابران شکر میکنن. الله میگه مدد بجویید از من، کمک من حاصل کنید با وسیله صبر و نماز. متوسل بشید به نماز. نماز مفتاح فرج و نماز راز و نیاز با خداست و رحمت الهی را جلب میکنه، امداد غیبی خدا را به ما جلب میکنه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. جای قرآن صبار و شکور. تا انسان صبر نباشه، شاکر صبر داشته نباشه، نمیتونه شکر. انسان صبر داره گناه نمیکنه، صبر که داشته باشه نماز برپا میکنه و نماز صبحش قضا نمیشه. چه تلفات سنگینی، چه ضایعات. اگر من و شما میدانستیم کسی که نماز صبحش قضا بوده همه باید جمع میشدیم و تعزیت میگفتیم، تسلیت، تعزیت. چه خبره؟ میگه نماز صبحتون قضا شد. در خانه شما فرزند بنده نماز نخوانده، حق تعزیت است که مرا مردم میگن تسلیت بگن فرزند شما نماز قضا کرده. الله فرزندان همه ما را و جوانان عزیز همه را الله تعالی پایبند نماز میگن. صبر و شکر و ذکر الله تعالی خیلی صفات با ارزش، صفات بزرگان. ذاکر، شاکر، صابر.
والله میخواد این روان شما، الله میخواد مرا بسازه، به وارستگی برسانه، تا به قرب خدا برسه، تا به جنت فردوس نائل بشه. آدم خامه الله به بهشت نمیره. آدم آلوده را جای آلودگان بهشت نیست. بای آلودگی را یا الله عفو بکنه یا ببره توی جهنم بسه. شما طلایه که ناخالصه و مخلوط داره و اطلاع را که جواهر که درست نمی کنه، اینه میبرن توی آتش کورا زب می کنه، ناخالصش را بیرون می کنه، طلای خالص ارزش داره. و تا 22 ایار نشید شما را، من شما را به بهشت نمی بره، یا الله معاف بکنه و ما را خالص بگردانه، یا می بره هزاران مؤمن، هزاران مسلمان و میلیون ها و میلیارد ها مسلمان می بره توی جهنم. الله نجات بده. میسوزه خدا بدانه چقدر چند سال و یا چند هزار سال میسوزه. الله نجات در حالی که یک دقیقه سوخته را هیچ کسی نمیتونه میسوزن و بعد به برکت ایمان یک روزی از جهنم خارج میکنه. عزیزان قبر یاد کنید، مرگ یاد کنید که دنیا نافارید. خواهران بشینید توی کنج خانه تون و گریه کنید، سحر بلند بشید، سحر دعا قبوله، توبه قبول میشه. چه مشکلی داره بیدار شدن در سحر؟ شب زود بخوابید، از الله مدد بخواید. اگر شب تا دیر می نشینید، همون وقتی که میخواید بخوابید نماز شبتون بخونید، نماز بخونید 8 رکعت 10 رکعت، از 11 رکعت آن حضرت میخوندن 3 رکعت وتر، 8 رکعت نماز تهجد بخوان، دعا. نتوانستی 7 رکعت 4 رکعت نفل و 3 رکعت وتر، نتوانستی 5 رکعت 2 رکعت نفل و 3 رکعت وتر، بخون، دعا کن، توبه کن و بعد سر بگذار. همین هم برای نماز شب تو قبول میشه. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت کنه و از انواع مفاسد و گناه که این همه مال جهنم، گناه مال جهنمی، گناه مال شیطانه، از این گناه ها من و شما پرهیز بکنه، حقوق الله را رعایت کنیم و حقوق عباد را. برای اینکه طولانی نشه بنده به همین عرایض اکتفا میکنم و اصل حرف نیست. عملی اگر شما توفیق عمل بنده داشته نباشم، شما داشته نباشه، هیچی فایده نمیکنه. شما اگر پزشک و دکتر بگه این مریضی این علاجش و نسخه بده، دوا هم خرید بشه، دوا مصرف نشه، فایده نداره. شما که تشریف آوردید ماشاءالله کوشش کنید که عمل کنید و حرفا را در ذهن خودتون نگاه بدارید. الله من و شما را توفیق کنه، خواهران و مادران من را و برای همه توفیق کنه. قبل از اینکه کتک بخوریم، قبل از اینکه ویلا بکنیم به تنهایی در قبر و قبل از اینکه به عذاب الله گرفتار بشیم، الله من و شما را نجات بده. برگردیم نسوی الله. به این بدخشان زلزله شده بیش از 2500 نفر کشته دادند. اینها شهرهای اسلامی مسلمان، اونا که آمدن برای کمک، زلزله دوم شدیدتر بوده معلوم میشه، اونا هم گرفتار شده، کشته شده و اینا بله اجرشون خیلی زیاده، برای امداد رفت. و اینها این زلزله ها هشدار هم برای مرا هشدار میده که مواظب باشی و گناه نکنی. انشاءالله امشب توبه میکنیم از گناه و تصمیم بگیریم که در زندگی تو تغییر ایجاد کنیم. ماشاءالله توبه مردان، همت خیلی چیز خوبه، اراده خیلی چیز خوبه. الله تعالی من شما توفیق بده و آخر دعوانا